تیم اپ میکنین برای من ها کثافت ها. الان میام دوتاتون رو میکشم. نکشه موضوع برم بدشو بزنم برم. چرا؟ سلام و درود، خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی بدوارز دیگه. توی این ویدیو باز هم به همراه خشایار اومدیم که بدوارز بازی کنیم، اما این بار نمیتونیم از لدر استفاده کنیم. پس زیاد وقتتون رو نمیگیرم و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. اوکی؟ ویدیو رو لایک کن. الان بریم سراغ ویدیو. اوکی، میریم بر دست اول. الان ما نمیتونیم کلاچ کنیم، پس نمیتونیم از بلندی هم بپریم و وقتی که نتونیم از بلندی بپریم طبیعتا نمیتونیم زیاد به بالا بریج بزنیم دیگه. بله، نمیتونیم هیچ گویی بخوریم و بله خدا به خیر کنه. البته خب لدر زیاد چیز اساسی نیست، پس زیاد چالش سختی هم نباید باشه. طبیعتا اگه باشه که امتحان میکنیم ببینیم چه چالشیه. اصلا رحم نمیکنم، من فقط راش میدم میکشمشون. بله بریم. اوکی میریم بالا. او نباید برم بالا، نباید زیاد برم بالا که لدر کلاچ نمیتونم بکنم. البته خب اینجا طبیعتا هیچ وقت نمیتونم لدر کلاچ کنم چون چیزی روز تا اندستون نذاشته کلشو. برو گم شو. اینم به کدوم کسی اومد بده منو زد؟ الان من اینجا دارم با این فایت میدم، چرا میایین بده منو؟ اوکی، دشواری نداریم، بازیه دیگه، اصلا فشار چیه؟ بازیه، به یه بازیه داریم. وای دارم فشار میخورم، چرا الان اونجا باید بده منو بزنم؟ کثافت، تو بودی بدم ازن، تو بودی خودش بود که بدم و زد فکر کنم. و بریم دست بعد. اوکی، الان در دست دوم به سر میبریم. در دست دوم بعد چه گویی بخوریم؟ هیچ گویی طبیعتا نمیتونیم بخوریم و دست اول دستم گرم نبود، طبیعتا دستم گرم نبود. پس این دست چیکار میکنیم؟ دستمون گرم نیست دوباره، ولی میریم به سمت وین، میریم که وینمون رو بگیریم. بعد سعی کنم بکشمش که شمشیرش آهنی بود. خیلی من نوب سگم، الان کشف کردم خیلی نوب سگم. بریم دست بعد. اوکی، از نوب سگی های گذشته که چیزی نگم براتون، خودتون دیدیم. و الان میخوام یه چیز جدید بگیرم. اینجا شاپکیپر رو میخوام اسکین خودم کنم، یعنی خشایار بشه شاپکیپرمون. 30,000 تا فقط کوین میخواد که ما 24,000 تاشو الان داریم. آلردی 24,000 تا داریم و اون 6,000 تا اصلا دشواری نداریم، دشواری نیست اون 6 تا. اوکی، بریم این دست رو تموم کنیم. 24 تا آیرن، یه دونه سورد بلاک و بریم. اوکی، داره میره بالا، نوب سگ داره میره بالا. کثافت، چرا میره بالا؟ فورتنایت پلیر نوب. اوکی بریم، ما اهمیت نمیدیم، مثلا ما بریجمون رو میذاریم. خیلی خوب، من ریدم با این بریج زدنم و بریم تو بیسمون. شاعر میفرماید که وقتی آدم میرینه خودش هم میفهمه. البته خب من الان کامبوی امام گرفتم ازشو کشتمش، پس وقتی که من کشتمش الان 100% پس میتونم دوباره هم بکشمش و وقتی که بتونم دوباره هم بکشمش یعنی میتونم وین بگیرم. ایزی وینمونو گرفتیم. الان من میتونم همینجا خودمو برنده اعلام کنم و از دست بیام بیرون. بیا اینو بخور. اوکی، گاد بریج، اصلا همین گاد بریج، همین یه دونه گاد بریج هم خودش یه وین داشت. الان 100% من میتونم خودمو برنده اعلام کنم و برم بیرون از ده. خب بله خفشم، زر نزنم لطفاً. اوکی، یه راه خوب پیدا کردم. میریم اینجا، میپریم رو سقفش. اوکی، الان چیکار میکنیم؟ الان بعد یه بار بکشمش که باز اونم نمیشه، شمشیرش آهنیه. بعد یه بارم بکشمش میتونم بدشو بزنم. اینجا خالیه اسکل، یه جای خالی داری پلشت. من تو یکی رو میکشم که من تو یکی را میکشم. اوکی، دیدی گفتم عزیزم موج نگیر. پسرم موج نگیر. میبینی موج میگیره. خراب میکنیم. بد بخوره. یس، بد رفت. نه ریدم. پشمام، چجوری از اینجا جون سالم به در بردم؟ چجوری چرا نمیپره؟ وای استرس. بریم تو بیسمون یه تجدید قوا بکنیم. اوکی، خیلی خوب، آرمورمون رو میگیریم. دیگه چی میگیریم؟ فایربال میگیریم دیگه. بریم همینا رو گرفتیم، تمومه. یه فایربال میگیرم دستم، منتظر. اوکی، نه با فایربال نمیخوام بکشمش، سعی میکنم که با دست بکشمش. یعنی با دست بکشمش حرف بدیه، یعنی منظورم اینه که تو پی وی پی بکشمش. آره اینجوری بهتره. من روی سقف خودش وای میسم، منتظر میشم که اون بره. فقط اون بره کار من حله. عزیز دل، نوکرمی، چاکرمی و بزن فایربال تو دستشه. همون فایربال تو ایونتوریت میخوای بزنیش. خب اوکی،
به انم اصلا به تو برام فاقد اهمیته. برو حالا داری برو. حالا من این فایربال ببین دستم، همین فایربال که تو دستمه رو الان بشین و پاشو رفت که مثلا تیم آپ کنه، دید هیچ راهی نداره. ولی خب دیگه ما یه پرو پلیر تیم آپ نمیکنه. اصلا پرو پلیر مگه تیم آپ میکنه؟ نمیکنه. پرو پلیر چیکار میکنه؟ یه فایربال میزنه تو مغزش، میپره تو سرش، اینجوری میکشش، کامبو میگیره ازش. اینجوریه. بله. کسی که بدمو زد اومدم بدشو زدم، خودشم فاینال کردم. به تخمم. اینم داداشمه. به تخم اونم هست. اوکی 4 تا دایمند رو با شارپنس میگیریم. اوکی الان باید چیکار کنیم؟ الان کیا موندن؟ الان فقط توی مپ چقدر گفتم؟ الان چهارمین الانم بود که الان ششمی شد، با این شد 7. زر نزنم الان، باز میگم الان و زهر ما 3 نفر بد دارن، من 1 نفر بد ندارم و منی که بد ندارم الان افتادم اینجا دمیجم خوردم. باید چیکار کنم؟ باید فکر نکنم گوه خاصی بتونم بخورم، فقط باید بریج بزنم برم امرالد بردارم و اینجا رو نگاه. اصلا حرفه‌ای پرو پلیر دیگه، یه پرو پلیر داره بازی میکنه، همین چیزا رو هم باید ببینین ازش دیگه و زهر مار. این دوتای بعدی اوکی با این میشه 6 تا، اینم 8 تا. فقط 2 تا دیگه میخوام که اون 2 تا رو بعداً میام برمیدارم. اوکی یه نیم تگ، این که نیم تگ امرالده و بریم که الان میخوام آرمور دایمندی رو بگیرم. از همینجا هم دایمند برمیداریم. چقدر 4 تا خوبه، عالی. آرمور دایمندی با خود دایمندا پروتکشن دیگه. الان کی میتونه منو بکشه؟ الان چه کسی میتونه منو بکشه؟ اصلا بیا پایین پسیه مثل این که تا من خودم نرم فاینالشون کنم اینا نمیخوان بمیرن. پشمام 2 تا گاد بریج پشت سر هم، 2 تا اصلا دیگه دارم رکورد میزنم. ببینم میتونم دوباره بزنم. نمیتونم. او یه دونه زدم. کی بد داره؟ آکوا بد داره. گیرین هم بد داره. گیرین که اونجاست و ما میتونیم بریم راحت بدشو بزنیم چون که آرمورش هم آیرنیه. اوکی یه نفر اینجاست. آکوا بد داره. خب وقتی که آکوا بد داره ما باش درد نمیافتیم چون که دوباره بکشیمش هم برمیگرده و فقط جون ما کم میشه این وسط. پس چیکار میکنیم؟ میریم بده گیرینو بزنیم. پینک رفته بده گیرینو بزنه، پس منم میرم بده آکوا رو بزنم. چه کاری هستن؟ اوکی اینجا ریدم. بیا اینجا کثافت وایسا. یه دونه زدم. چه کامبویی گرفت ازم، چه کامبویی شدم. این دستم ریدیم. تشویقشون بفرمایید. بریم دست بعد. خیلی خوشحالم خیلی. اوکی میرسیم به دست آخر، دستی که الان من چه گویی بخورم. باید این دست رو وین کنیم. اصلا باید این دست رو وین کنیم. نمیدونم، من نمونه های از ریدمالامو به شما نشون دادم ولی خب دیگه شما نمیدونین من چند دست رفتم و ریدم. من خیلی نوب سگم، واقعا خیلی نوب سگم. ناموسن؟ اوکی از اینجا بریج نمیزنم 100%، از اینجا بریج میزنم که روی اون پلتفرم بیافتم. خب میریم. اوکی وایت قراره اوکی چرا؟ کثافت تیم آپ کردی کثافت. بشین پاشو رفت براش، یعنی تیم آپ کرد. این یعنی تیم آپ کرده. کثافت میکن شمت میکن. چرا؟ نمیدونم چه CPSی داشت که اینجوری تو هوا منو کشیه ها، ولی خب قطعا که اون چیتر نیست، قطعا که تیم آپ کرده چیتر نیست. خیلی خوب اصلا هی تیم آپ میکنین برای من ها کثافت ها. الان میام 2 تاتونو میکشم. نکشه موجود تیم آپ میکنی؟ همون تیم آپو لوله میکنم برم بدشو بزنم. چرا؟ چند بار یه کار رو میخوای بکنی؟ یه گوه چند بار میخوای بخوری؟ چقدر گوهن اینا، چقدر اینا کثافت ها. البته من بدشو میتونم بزنم، چرا نمیزنم؟ باید فکر کنم دیسی شده. بله دیسی شده بود که اوکی تیم آپ کرده بود دیگه. دیزه چه نمیدونم چه ربطی داشت ولی خب ربط داشت. برو تو کامنت ها هم بنویس ربط داشت. برو بنویس ربط داشت. بله. این پینک ما چیز یعنی کثافت که تیم آپ کرده بود و نمیذاش من وایتو بزنم. الان من بعد برم بکشمش. خب بعد برم فاینالش کنم. چه جور فاینالش میکنم؟ این دیگه بلدین دیگه، همه بلدن. بعد بدشو بزنم فاینال. یعنی منظورم اینه که چیکار کنم؟ بریج میزنیم. ناموسن؟ اوکی از اینجا میپریم پایین، فایربال رو میکنیم تو ریدم. بله دوشواری نداریم، اصلا ما دوشواری نداریم. بیا اینجا کثافت با PVP بکشم. آرمورم دارم. بیا پایین. اوکی این مطمئن بود که میمیره، به خاطر همین متریالاشو انداخت رو زمین. به تخمم. چون مطمئن بود که میمیره، چون منو میشناسه. منو نمیدونم از کجا باید بشناسه ولی خب بیاین فکر کنیم که منو میشناخت و ازم ترسید. اندستون دیفند دادی ها کثافت. اندستون دیفند دادی. اوکی فایربال نزن. این خدای فایربال. 2 تا فایربال اونجا زده بهم. اصلا شمشیر چوبیه. بیا اینجا ببینم.
خب ولی من اسکلتر از تو هم. تو شمشیر چوبی، من گاوم. من اصلا خیلی خوب سوردو میگیریم، بلاکو میگیریم، بریم که فقط الان سورد آهنی بعد بگیرم. چرا پس سورد سنگی گرفتم؟ چرا؟ الان پیککس هم بعد بگیریم. آهنا رو بده. پیککس. اوکی این از پیککس. الان بریم. اومد یکی اومد. خود کثافتش نیست. گیرینه این چرا همه تارگتشون رو منه؟ ولی خب افتاد پایین. بسیار عالی. میریم میپریم پایین. ای کثافت. خوردیش بخورش. هرس بخور هرس. برو پایین کثافت انگل اجتماع. پیککس رو میگیریم دستمون. فقط برو، فقط این بدو بزن. یس این از بدش. تو میخواستی منو با فایربال بکشی ها؟ شمشیرم What the fuck. نمیدونم من چرا افتادم، ولی خب اسکلم، نوب سگم. به دل نگیرین چون من زیاد افتادم. حالا در نظر بگیرین که یه نوب سگ داره بازی میکنه. ای what the fuck. نمیدونم امروز چم شده. امروز من یه خورده گاوم، یه خورده چیزم. بیا اینجا کسا. اوکی کشتمش 100% کشتمش. اصلا مگه میشه من نکشمش؟ میشه کسی بیاد و من نکشمش؟ What the fuck. چرا چقدر من گاوم. خیلی من گاوم. اصلا نمیدونم چرا انقدر من گاوم. دوباره اومد کثافت. این که قرمزه بابا. چرا همه رو منن؟ چرا همه رو من تارگتن؟ همه همه اومدن رو من تارگت شدن. همه که میگم همه چیه؟ همه. این همه زدمش. اون با 4 تا ضربه منو کشت چون که شارپنس داشت و پروتکشن داشت. بله. این بار نتونستم چالش رو تکمیل کنم. من بعضی از چالش ها رو نتونستم تکمیل کنم. به هر حال بازیه، یا میبریم یا میبازیم، یا میبریم یا میبازیم. اوکی زیاد جدی نگیرید. ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. اگه از ویدیو لذت بردین حتما لایک و ساب و کامنت فراموش نشه. و من سرکینگدام هستم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. حتما لایک کن سابسکرایبم بکن. الان خدافظ.